سلام دوستان، من رامین شیخی هستم. به کانال اینو گیم خوش اومدین. امروز اومدم بهتون آموزش بدم چگونه به آی پی هندوستان یا فیلتر شکن با آی پی هند وصل بشین. خب ابتدا میریم توی گوگل سرچ میکنیم مای آی پی و منتظر میمونیم که بیاد، که اولین سایتی که اومد میزنیم تا آی پی مون رو ببینیم. خب الان آی پی ما به یونایتد استیت وصله، آمریکاست. خب اینجا نوشته کانتری یونایتد استیت. خب ما الان از این میایم سایت میایم بیرون. خب الان میریم وارد فیلتر شکن میشیم. خب فیلتر شکن هم خب دقیقاً اینه. خب من الان آی پی اصلیم نبود، یه فیلتر شکن دیگه بس کرده بودم. خب اینو قطع میکنم، فیلتر شکن رو باز میکنیم. دوستان توجه کنید که فقط با نت ایرانسل جواب میده، با نت همراهورم جواب میده، ولی خب کم زمان میبره یا ممکنه زود قطع بشه. خب اینجا اتصال رو دورش دایره سبز رنگ داره، اینو نزنید. از پایین الان انتخاب میکنید سرور رو. خب اینایی که همه نوشته پرو حالا اینا همه پولیه، باید بابتش هزینه کنید و اینا کار نمیکنه. این سرورایی که رایگانه اینجاش زده فری جلوش، که فقط از اینا استفاده کنید و تست کنید ببینید کدوم برای شما کار میکنه. ممکنه بعد از اتصال شما به آی پی هندوستان بس نشده باشین. حتما بعد اینکه از اینجا زده بود متصل شده، برید تو سایت ما آی پی چک کنید که آی پی تون حتما هندوستان باشه. خب من الان اینو میزنم چون دفعه قبلا به همین وصل شدم و این کار میکنه. بازم گفتم دایره بالا رو اصلا نزنید. به سرور انتخابی وی پی ان وصل شوید، پایین آبی رنگ نوشته، اینو بزنید و یه 4-5 ثانیه زمان میبره و بعد از اینکه متصل شد میریم توی گوگل دوباره ببینیم که برامون آی پی تغییر کرده یا نه. خب همونطور که دیدیم وصل شد و به مدت 1 ساعت برای ما وصله. اگر میخوایم بیشتر کار کنه با تبلیغات ببینید یا این تاج رو بخرید یا هزینه بابتش بدیم، که ما نمیخوایم این کارو کنیم. خب میریم دقیقا تو سایت مای آی پی دوباره سرچ میکنیم. خب مای آی پی اومد و سرعتش هم قطعا خوبه. خب الان سایت باز شد و ما میاییم دوباره پایین، قسمت کانتری نوشته اندیا، یعنی به کشور هندوستان وصل شده. دوستان این ویدیو رو من دقیقا در تاریخ 26 آذر 402 گرفتم و فیلم قدیمی نیست یا فیلتر شکن قدیمی نیست. فیلتر شکن کاملا کار میکنه و هیچ مشکلی نداره. من وصل شدم، خودم اکانت ساختم با آی پی هند. دوستان اگه از ویدیو خوشتون اومد چنل منو ساب کنید، یه کامنت هم زیر پست بذارید، یه انرژی به من بدین. تا یه ویدیو دیگه دوستان، خدا نگهدار.